سلیم سخت ترسیدم، بسیار سخت ترسیدم که بابایم وفات کرده. شوهر کن گفتن های بابایم تا حال از گوشم نمی رود. باور کن که تو رو نغز نفهمم. سلیم بیچارم ماندم، نمیدونم چی کار کنم. حیرانم، یگان کس را باید پیدا کنم، اما التماس فقط چقدر نگوی که برداشت کرده نمیتوانم. نمیدونم، فکر کردم لیکن نمیدونم آیا میشود یا نه. چی بوده؟ یعنی یگان کس قبول نکرده باشد. چی قبول نکرده باشد؟ سلیم التماس برو گردم. باید خودتان شد بس نیست. توی سخته برگو. سلیم نمیدونم آیا میشده باشه. ها بیا از نزدیک صحبت کنید. مالش میایم. توی سخته برپا کن. تب خو برای خوستنده باباید. زهرا محکول نشد. زهرا تو کجا شدی؟ زهرا ای خدا زهرا چیکار میکنی؟ استاد یک سوال به یادم اومد. شما با مسجد نآمدید، من خودم نزد شما اومدم. بسیار خوب کردی. حالا میبینی پدرت نمرده زهرا را خانه دار میکنه. با کی؟ از کجا دانم؟ لیکن چه نقشه دارد؟ نه تولین جان، چه نقشه داشته میتواند؟ تنها توی نبیرش رو دیدن میخواهد. هم نمیدانم توی نبیرش رو دیدن میخواهد و یا میراثش رو تقسیم کردن میخواهد. معما فروخ از پدرت حصه این موضوع را پرسیده نمیشود. فروخ باز به این کارش نقطه گذارد. در اینجا امام چیکار میکند؟ تولین جان، پدرم همین طور شدنش رو میخواهد. از دست من یگان کار نمیآید. لیکن من مناسب نمیبینم. چی میشود؟ چیکار میکند؟ آیا فکری ما یگان قدر ندارد؟ تنها فکری خودش و زهرایش را میکند. آیا تو میلیز و من یگان اهمیتی نداریم؟
تو رو از خود آزاد نکند گفته از این خانه رفته نتوانستی، لیکن دیگر صبر کردن نمیتوانم. بس است. تولین جان جانکم، کمتری دیگر صبر کن. میدانی که عمرش خیلی کم مانده است. بابایم در کجا باشن ندیدی؟ با اون خانه رفتم. بابا جان بابا جان به شما چی شد؟ هیچ چیز نیست. برای چی پرسیده ای ساده ای؟ اگر آدم پیر شود به همه چیز ناچیز گریه میکرد است، چشم سیراب میشود. اگر همسالی من شوی بد بود. همین فکر میکنید که من به این باور میکنم؟ چیزی رو از من پنهان میکنید. تو نگوید از اینجا به یگان جا نمیروم. فهمیدید؟ استاد یک سوال دیگر. هجری بحث اکنون یک سوال میپرسم میگویی و سوال باران میکنی. با خدا که مانده شدم. حالا باشد من از تو سوال بپرسی. تلفن داری؟ ها دارم. بسیار خوب. اینطور باشد و من تلفنت رو نمیدی؟ مرحمت استاد. با مفتی زنگ میزنم. تنها تو سوال نمیدی، ما هم سوال میپرسیم. متاسفانه گفتگوی خصوصی میکنم. بخشش. لبای؟ الو شوکت، این منم. تو کی هستی؟ توبه آخرین منم کی هستی تو؟ شوکت مرا دیوانه نکن. من کلس. شوکت برادر جان از آوازت نشناختم. تو در کجایی؟ چیکار کرده ایستاده ای؟ با من زود سیم کارت گیر و در آنجایی که مرا آورده بودی با آنجا بیا. مرا فهمیدی؟ همون فهمیدم برادر. شوکت با دقت باش تا از قفایت یگان کس تعقیب نکند. برادر خدر وایمه نکن که دیگر به زنگ تلفنت جواب نمیدیم. تشکر. تا باز دید. مایلش خیر. شوکت شمایه؟ اوه این قدر تیز؟ منم؟ با ما به قرارگاه بیاید. تو مانند کی باشی ها؟ ندانم. به مانند کی باشم؟
من خودم را فکر نمی کنم زهرا. فقط بعد مرگم تنها ماندن تو را فکر کرده غمگین می شوم. توی تو را ندیده مردن نمی خواهم دخترم. بابا جان شما غمگین نشوید. خواهشتان عملی می‌کردم. اگر بار دیگر شما را غمگین می‌بینم قسم می‌خورم که عموما آیله‌دار نمی‌شوم. فهمیدید؟ زهرا نمی‌خواهم به مثلیت با شخص نالایق آیله برپا کنی. من چنین انتخاب را نمی‌خواهم. تو باید با شخص آیله برپا کنی که آن شخص لایق خاندان ما باشد. بابا جان خاطر نشوید. حتما گفتگیتان برای می شود. زهرا تو در دل کسی را داری؟ دارم. داری؟ لیکن دفعه گذشته نیست گفته بودی؟ نگفته بودم برای آن که آن وقت هیچ کس را دوست نمی داشتم. چون این خبر خوش را چطور از بابایت مخفی نگاه می داری زهرا؟ حالا چقدر خرسند شدم تصور کردن نمیتوانی. آن کی باشد ها؟ زود میخواهم که شناس شوم. اعتراض قبول کردن نمی شود. بابا جان حتما شناس میکنم. وعده میدهم. من باید روم برای آن که سلیم مرا انتظار است. تو را با لباس سفید میبینم. بسیار خوش است. هی لای 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 من بود اکنون چی کار میکنم؟ صبح بخیر سردارم. تر نشوید گفته چتر آوردم. صبح بخیر. تو در اینجا چی کار میکنی؟ سردارم من برای یاری دادن شما اجازت گرفتم. تو چی گفتی داده؟ یاری چی؟ اجازت چی؟ سردارم من برای دستگیر نمودن کلت به شما یاری میرسانم. کلت آن وقت از بیمارخانه فرار کرد که من در آنجا بودم. در این کار من هم گناهگارم. من خودم را گناهگار می‌حسابم و برای کمک کردن شما آمدم سردارم. برادر مادامی که تو اجازت گرفتی حرف رو در من نکرده به خانه دار استراحت کن. سردارم من شما را تنها نمیگذارم. نبین کیلک از دست رفته است. من باشم من رو ترک کرده است. زودتر شد تا که خطم را از تو نگیرم. چه کار کردی؟ آنها که پدر را کشتی؟ حیوان من با تو چی گفتم؟ نگفتم که او را کشتا بعد بیا. اوکی کنم کشتنی بودم اما از بیمارخانه فرار کرده تا حال کسی او را پیدا نکرده. حیوان نخواد یگان خویش و تبار و یا رفیق نداشته باشد. یک رفیق سنبوسه پس دارد. آن سنبوسه پس مهمان ما می شود. چنگه سگها چطور شکار میکنن میدانی؟ از بوی را که حس کردن تو را به شکار میبرند. از پلیس پیشتر او را پیدا کنید وگرنه من شما را نابود میسازم. دم شو! مرا فهمیدی اجری؟ فهمیدم استاد سوال آخران بسیار مهم است. استاد مثلا در راه رفته ایستاده ای که یک دختر زیبا از پیشت میبراید و با اون نگاه میکنی. خدا بخشد بعد شیطان وسوسه میکند باز نگاه میکنی. بعد باز نگاه میکنی. این گناه میشود استاد؟
روز بخیر. یکان مشکلی داره بیاره بینم. ماشینم کار نمیکنه. فهمو اگر اجازه دید من یک مرتبه از نظر بذارم. شما با ماشین سوار شوید تا که با کار ضروره. آدم مسلمان با قطب شمال جنگ نمیکند. برای آنکه قطب شمال به نهایت خنک میباشد. نماز را با شرط با وقت کشور خود رعایت کرده میخونیم. در اینجا زندگی میکنیم و نماز را با وقت اینجا میخونیم. یک مرتبه ماشین رو با کار ضروره. استاد من کمک اکثر خیمه هستم، به همین خاطر تاکسی فریاد میکنم. یک دقیقه خانم حاضر. یک بار دیگر تکرار کنید. با کار در آمد. تمام فکر میکنم که دیگر ویران نمیشود. به فکرم ماشین رو میدونید. کمتر. این برای من نه اونقدر مشکلی داشت. تشکر. سلامت باشید. به جای من کسی که نباشد حتما یاری میداد. نام من زیاد. زهرا. از شناسایی شدم. من برای مهمان نوازیتون تشکر. بابایتون بسیار شخص خوب میباشد. خوش آمدید. میخواستم که برای وقت خوش آمدید بگویم اما فرصت پیدا کردم نتوانستم. هیچ گپ نیست. زهرا چه دارین؟ اپا جان خوش آمدید. از آمدنت بسیار خوشحال شدم. با اجازت شما من رفتم. شاد باشید. زهرا این کی؟ ماشین ویران شده بود به کار در آورد. اگر ماشینت ویران شود امام مسجد را چرا می‌سازی؟ اپا شما بسیار شیخ هستید. یکان وقت نقل میکنم. هجری. استاد اگر در قطب شمال هجری با سوالدهی کمتر تنفس میدیم. اکنون رفتیم. تو چی حال داری؟ خوب هستی؟ من خوب نیستم، تماما خوب نیستم. از نه تنها کلاس میگوید و خلاص از این حالت من دیوانه میشوم. مرا یک سوال دار. تو چی حال داری؟ بابایم خوب هستن؟ بخشیش سیلین لبه مایرش آمده ایستادم. خیر اپا جان سیلین زنگ زد. من یک کاری ضرور دارم باید روم. مایلش بیرو. مایلش خوب. خدا یارت بود. هجری زودتر. یه تو سوس راه رفت افتاده ای. استاد یک سوال بی نهایت مهم پیش اومده است. باز کدام سوال؟ بچه ها آموده شدید. تنی داملا چگونه انسان است نفهمیدم، فقط با جامعهش میگردم. من همین رو میدانم که سله و جامعه تنها وقتی نمازخوانی پوشیده میشود، لیکن استاد زیاد باشد با این سله و جامعه شب و روز میگردد. دوستم مقدس جامعه و سله نیست، دینمان مقدس است. دوستم میراج تو مرا گوش کن. بسیار چیزهای دینی را تو خطا میفهمی. مرا گوش کن برادر. در دین ما نه مقام، نه لباس، نه وظیفه و نه کسب اهمیتی ندارد. بهترین انسان نزد خدا با تقواترین است. این از کجا برام؟
سوال دارم استاد. استاد مثلا در راه رفته ایستاده که یک زن زیبا میبراید و به اون نگاه میکنی، بعد شیطان وسوسه میکند باز نگاه میکنی. سوالهای بی منطق رو نپرس. هجری من با تو سوال میدیم. مرحمت استاد. سرفراشخانه در کجاست؟ حالی جان بسیار خوب کردی که آمدی دیگر به خانه آن مرد نرو. ما با اونا جنگ کردیم، امروز نمیروم، همینجا میستم. ها بسیار خوب. مادام که یک و یک بار جدا شدن نمیتوانی، آیسته آیسته او را از خود دور ساز. برای این گپ چشمانت خندان بودنت را نشان داده ایستادن یا اینکه برای جدا شدن قرار دادی؟ بابا من اونا رو دوست میدارم. حالی جان یک مراتبه خطا کردی. تو مجبور نیستی که تا آخر عمرت جفا بکشی. بابا جان مرا مجبور میکنید که من جدا شدم، لیکن ضرورا باشد مجبورن خونه دور کردن ایستاده. اینو چه فهمم؟ حالی من آن چیزهایی را میگویم که شما دیدن نمیتوانید و در این سن و سال چیکار کرده ایستادم بسیار خوب میدانم. فهمیدم، اما مجبور خونه دور کردن هم درست نیست. دوست داشتن ندارد. دارد. دارد؟ زهرا؟ دوست داشتد کی باشه؟ شما در نزد بابه مثل اپا جان؟ بله. هیچ گپ نی اپا جان، بعد صحبت کنیم. اگر نوبت به من بیاید همیشه بدتر میگم. اقلا دوست داشتن یا نداشتنت رو بگو. الو آوازت نامده ایستاده است. ها برای چی به من نگفتی؟ اپا جان اول با بابایم گفتم، به شما گفتن میخواستم لیکن فرصت نیفتم. خیر و کی بوده است؟ اپا جان بهتر گپ میزنیم، حالا نمیتوانم گفتم که اگر شما همین خیزیت پرسیدن گرفتم و من نمیگویم فهمم؟ مالش خودت را احتیاط کن. داشته است. من به تو نگفتم. وای کی باشد؟ دانستان میخواهم. من هم دانستن میخواهم. یک سوی دیگر تیار کنم؟ زیم جان تشکر. اگر زورو بیاید میرویم. فهمم. سلام سلیم. سلام آقای چغتای. چیکار داری؟ شکر خوبم. انشالله که لایحه تا وقت شناسایی آماده می شود. البته می شود. زهرا در کجا؟ زهرا نیست، امروز نآمد. ما هم کمتر پس می رویم. چیگه؟ استاد باز با وسوسه شیطان گرفتار شدم، برای یک زن نگاه کردم. تو با کجا نگاه کردی؟ با یک زنی که از راه میگذشت. پسر برویم نگاه میکنی و ریشت خوشرو شده است نمیگویی. برای چی با زنها نگاه میکنی؟ یا تو بدنیت هستی؟ شما بسیار زیبا شده. تشکر هجری. پیش درو. مرحبا کن. بخیر است آقای چغتای؟ کارهای گفتم رو کردی؟ کاری نیست که بخری تو نکنم. خودت میدونی. چنین صحبت ها به من خوش نمی آید. خودتان میدانید. یک چند کار رو یک جای قبل ایستادیم. اینجا بودن من طبیعی است. به فکرم امروز در کار یگان مجلس نیست. زهرا به زنخوایم جواب نمیدهی. از همین سبب مجبور میشم که تو را در اینجا انتظار شوم. التماس مرا فراموش نکن. با اجازه شما من کار دارم. زهرا به من فرصت ده. فرصتی چی؟ فرصتی چی؟ گوش کنید. من با شما بغیر از آیدی کار دیگر موضوع گپ زدن ندارم. اگر این طرف دوام دهید آیدی کار هم گفتگو نمیکنم. خوش آمدید.
چای نوشیدن میخواهید؟ عزیز نمیخواهم. سلیم وقتی با من گپ زده رد آقای چغتای در همینجا بود؟ زورو جان اگر در اینجا بود حتما به تو خبر میدادم. وای آمد تو رو پرسید و برگشته رفت. در اومدگاه مرا انتظار شده. نخود کمتر با ایمه بد کرده است. اوی من تو رو نمی بیاید گفتم. کاش که اومدنت رو میگفتم. اوی من دروغ گفتم. هیچ گپ نیست. بیا به اون جای فراغتی میرویم صحبت میکنیم. سلیم من یک کار کردم. چیکار؟ و بابایم و اپام گفتم که دوست داشته دارم. بسیار کاری خوب کردی. این زینه اولی اولادور شوی میباشد. رفتیم این رو جشن میگیریم. شوخی کرده شده؟ نه جدی فرستادم. چی خیل نمیشنودی برای خبرگیری که راست با محبت اومده ای در حجت ها قید شده است. کماندیر برای چی یک بار عصبی شده شما؟ من نگفتم، آخر خودم گفتم که برای خبرگیری آمدم. اگر گناهکار بودنش رو میدونستم نمی آمدم. بچه اگر گناهکار نمیشد به محبت محکوم نمیشد. کماندیر شما در حقیقت عجایب آدم بوده. نخود یکم بیگناه در محبت نباشد. قریب نیمش بیگناه است. خب کن. خب شوکت مرا مشغول نکن. به دستگیر نمودنی کیلاس کمر بستم میفهمی؟ برای دستگیر کردن تو هم کمر بستن نمیخواهم. کماندیر شما پرسیدید من جواب دادم. کماندیر من او رو راستیگم اونقدر نمیشناسم. یعنی چی دروغ گویم بابا یگان رفیقگری دارم. از محل ما تمام یگان صمیمیت ندارم. چی خیلی صمیمیت ندارد؟ او برای تو ماشین دزدیده است. ماشین بسیار زیبا بود. کماندیر خدا زند که ماشین دزدی بودنش رو نمیدونستم. وقتی که از خانه من طلاها رو دزدید. چی؟ طلاها رو دزدیده؟ چی کلاس؟ نه کماندیر شما خطا فهمیدید. طلاها رو زن شونده هم دزدید. لباسایش رو میشستم خوراک میپختم اما او چرا مرا ترک نفهمیدم. کلاس در کجاست بگو. کماندیر به خدا که من نمیدونم. اگر میدونستم به خدا که میگفتم. سردارم من الکی او رو پرسیدم. او نمیدوند کلاس در کجاست. کی پرسیدی؟ از دیروز پرسیدم. تو نمیدونی کلتا کلاس در کجاست. پس گیر چای نوش. تو کی میباشی که آدمان رو از پرسش میگذرانی؟ تو کی؟ اگر باری دیگر با کاری پلیس دخالت کنی تو را به محبس روان میکنم. برو. کماندیر جان چیزی که برادر گفت من هم نمیدونم. با اجازه شما من هم روم. شوکت به گناهکار یاری رساندن و همکاری کردن گناه است. با خبر باش. بله میدونم در قانون ترکیه گناهکار را یاری دادن جنایت است. به خدا اگر میدونستم که از محبس فرار میکند برایش نان کلچه نمی آوردم. سردارم کلتا کلاس از محبس فرار نکرده است. از بیمارخانه فرار کرده. دف شوه. سردارم کلاس دف شو. عصبی کرده. سردارم همیشه گناهکارها را خودش تنها دستگیر میکنه اما کلتا کلاس را یک جای دستگیر میکنه. برادر تو کلاس رو تا چه اندازه میشناسی؟ از وقتی در محبس بود. چی شد؟ میخواهی درباره او به تو معلومات دهم؟ البته میخوام. یک دقیقه نگو. کلتا کلاس را اگر دیدن خواهی دیدن نمیتوانی. بیهوده آواره نشو. یک دقیقه نمیشناسم گفته ایستاده بودی. من همون رو مثل تو میشناسم. برادر تو با آدم نیک مانندی. حیات کوتاه میباشد. وقتی قیمت از رو بیهوده صرف نکن. روی استراحت کن و بازی. نمیدونم. با ساخته کاری بابایم را فریب کرده نمیشود میدونم. لیکن بابایت شد میشود. تو میفهمد که در اینجا مقصد خودم کردنی بابایت میباشد. تو گفته ای که دوست داشته داری. دیگر علاج نداری.
برای همین مجبوریم. گفتم لیکن زورو جون، اویلی ساخته اویله برپا کردن از کسی درک نمی‌یابد بغیر از خودم. هجری امروز آدم بسیار شده است. امروز نماز جنازه است استاد. جنازه؟ اکای نجمی وفات کرده. نجمی کیست؟ شما او را نمیشناسید دامولا. مرحمت دامولا گذارید. نه مرحمت، جای من خوب است. دامولا نماز جنازه را میخواند، برای من گفتید. من میخوانم؟ البته دامولا. اینجا بیا. سیم کارت بشناسم لازم. پول به پول سخن از اثر ندارد. حالی که تو داری من را مجبور نکنه. نماز جنازه شخص ناشناس رو نمیخوانم. من این کار رو نمیکنم. هجری، آیا توی این مرده رو میشناسی؟ بله میشناسم. اگر شناسی مرحمت نماز جنازه رو تو بخون. دامولا این خیلی کار نمیشود. آوه رو به هر گفتم نه استاد نه گفته اعتراض میکنید. مردن این اهمیت کلان دارد. هجری سرم رو میشناسی؟ میشناسم اما پیش بدر، جماعت انتظار است. کنه پیش بدر، نماز را خون. رفتیم. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. اون مردهایی که من میشناسم در بینشان یگان شخصی باورناک پیدا نمیشود. برای چی نمیفهمی؟ جین بچه خوب و دلسوز است. باز احوال تو رو فهمیده میتواند. جین بچه خوب است اما بسیار ساده است. سر داشته نمیتواند، همه‌اش را فحش میکند. این ساده وای بدنیت دیگرها به تو عاشق. زورو چیکار میکنی؟ من چیکار کردنم را نمیدونم. این فکر تو است. از من پرسیده ایستادی؟ بله از تو پرسیده ایستادم. من تو رو نمیفهمم. جنگ ساده است اما برای چی انیل نمیشود؟ انیل نمیشود برای اون که او به من عاشق میباشد. با چی عاشق است؟ وقتی کسی این کارو میکند نباید به احساسات داده شود. اگر به انیل روی خوش نشان دهند رفته به بابایم میگوید اون وقت من تمام. استاد برای شما از مالینه تورت تیار کردیم. مرحمت. تورت از مالینه؟ بله. بسیار دوست میدارم. اینطور باشد استاد. مرحمت. مرحمت. استاد خوش آمده. تشکر. تشکر استاد. خیریت که دعا کردید او گرفتاری بلای گردید. من یگان کار نکردم. استاد دعای شما گرفت. من ناگاهان شد. مامش را گرفتیم آمد. شیطان تشکر. زهرو یافتم. به خدا که یافتم. چی یافتی؟ تنسال جفتی تو است. او از اوده این کار میبروید. تنسال کی است؟ چی کار کرده ایستاده ای؟ الو تنسال؟ چی؟ یک ثانیه. به تو نگفتم. تنسال جان چه حال داری؟ خدا از تو راضی باشه. این مشتری اعتباری ندارد. الو با کی گفته ایستادم؟ بایلش تو بودید؟ آمده ایستاده. کی می آمده؟ تنسال کمتر پس حاضر می شود. سیلین تو دیوانه شده؟ ناپرسیده برای چه زن میزنی؟ آدم یک مرتبه از هم صحبتش میپرسد. من رفتم. خیش صحبت خوب. زورو جون ای بشین آرام شد. التماس بشین. در اینجا که خدمت میرسونند.
الو با کی بگویم؟ رفته بین آدم بر این شکمش رو سیر کند و رود در نزد استاد ایوان. برای چی به این میز خدمت رسانده نمی شود؟ اگر اپینو برام نمی بود هیچ وقت نزدیک این میز نمی اومدم. تو با بیرون بیا کمک صحبت میکنیم. بیا و تو گفت ندارم و من در اون روزه که با تو شناس شدم. گوش کن اینجا رو زیر زبر میکنم. مثل خودت میکنی احوالت رو ببین و بکار و دعای استاد گرفتار شدی. استاد؟ کدام استاد؟ با دعای این هوایی گرفتار شدم؟ دو استاد این طور رفتار نکن، نفرمتی نکن. تو خب کن التماس. محترم برادرم کمتر آرام شوید. یگید نباید عصبی شود. استاد دعای بد کردن درست است؟ با تو چطور رفتار کرده ایستاده؟ به تربیه از اینجا رفت. غم ندید هیچ گپ نیست. کبر و غرور آینده ندارد. او مرد بد نیست. در اصل یگیت خوب است. کمتر تنها مانده. باید تنها نگذاریم. ما باید او را دستگیری کرده مانده. استاد التماس با من یاری رساند. یگان دعای کنید که من از زمین خلاص شوم. دیگر طاقت ندارم. سه بار خواهرم اینطور نمی شود. ما با کسی رو نمیگوییم. بیا میگوییم بیا یک جویا به بیرون رویم صحبت میکنیم. با همین تو هم آرام میشیم. بیا صحبت میکنیم. بیا رفتیم بیا به بیرون. بیا خیلی زهرا اومد. آمده نتوانید. از این خدمت گذاشته نتوانید. برای چی خنده کرده ایستاده ای؟ نمیدونم. کی رو یافتی؟ خنده نکن. به خدا که شرمنده میشوی. سلام. خوش آمدی تنسال جون. چه حال داری؟ زهرا تنسال. سلام من سلام. زهرا یه شدم. من هم. من گرسنه هستم. یک دو چیزی سفارش دادم. شما هم یک چیز میخواهید؟ نه تشکر. زهرا دوستی نزدیکی من است؟ بسیار خوب. برای چی برای سوال موار جر زدی؟ چه مسئله دارید؟ میخوام زودتر بدانم. با او یاردم دادن در کار. ما باید به تو باور کنیم. من باور کنی میشود. زیر پنهان داشته میتوانم. همه آدم تنها میماند. حالا تو هم تنهایی لیکن با اطراف نشون نده. دایمون داد و پیغان هوای نمیق گفت را کوتاه چی درد داری؟ رفیق گرامی اگر گلویت درد کند با دکتر رو. من امام باشم نه دکتر. با دکتر گوش گولی و بینی بیرم. انا دیدی دکتر خود با نزد بیمار می رفته است. خانم دکتر ما آیدی بیناموسی سخن کرده ایستاده بودیم. بیا تنسال ما به داماد احتیاج داریم لیکن دامادی ساخته. ما میشم. یک کالا بیار. از چی مالش معلوم است؟ زهرا ده تو دخترم بیا کاش در اینجا می بودی و کارهای شدگی را می دیدی. چی شد است مادر؟ کمی پیشتر نمی در اینجا بود. کمتر بیادبی کرد.
لیکن امام زیا سلامت باشد با زبان شیرینش او را آرام کرده بود. زبانی شیرین ما رو از خونه‌اش برآورده است. این هم همین طور شد. دخترم امام زیا اهل تصوف می باشد. کسی که نباشد بیا میگوید در اینجا کارهای شده را میخواستم که ببینید. من هم میخواستم که کمی پیشتر ایده های مرا میدیدید. وای مولای تعریفیتون بیچاره ننیک رو خفه کرده ایستاده بود. دخترم تو چی ها گفته شده؟ این ممکن است. دکتر جان ممکن است که به چشمت نموده باشد. صوفی ها را بسیار کس در چنین حالت دیدن. بابای خدا رحمتیت هم همین طور میگفت. ای خدا جان به اینها حقیقت رو نشون بده. من از پس کارم میشوم. برادر سیم کارت آوردم. سیم کارت فهمیدن یک کار رو حل کردی لیکن پشتر گفتن توبه شکر. تشکر. سیم کارت به نام هیچ کس نیست. تشکر. از تپایدگان کسان آوردی؟ نه بس کن. او کیست؟ معلوم نکن. تمام هم کار هم سپاری شد. بیه گم پرسیش به همش روزی شد. سلین مرا ببخش. با دوستی نزدیک قدر شد. هیچ کس نیزورو جان. وای به عیبی خودش بیند. احوالمون رو ببین. زیاد خندیدیم امروز عاقبتش بخیر شود. اصابم ویران شد. برادر چیه پنیزی؟ دوستان گرامی با شما همین را گفتنی هستم که در برابر صاحبکار بودنتان شما را میباید که انسانی مسئولیت شناس نیز باشد. از شما خواهش میکنم که امشب به خانه اتان رفته سرتان را به بالشت مانید و فکر کنید که به سگ‌های کوچه چیزی رساندید. با دقتتان یک جهان تشکر. چنگیز در اینجا چی گپ شده است؟ همه جا پر است. داغ شده است. فرش را تازه کنید. احوالش چگونه است؟ حالا با او کار کرده ایستادیم. نتیجه میگیریم. باری آخر از او خون گرفته. گرد و اطراف خون نشود. تمام رئیس فرمون نکنید شما. هرچی گفتم همان را کن. به من جواب نده. حال او چگونه است؟ او همه چیز را قبول کرد. اگر همه چیز را قبول کرده باشد بگذار رود. عیب است. جواب دهد او را. رسمان را کشوید. دف شو. حیوان تو این کار را تا حال نآموخته ای. به آخرت رود گفتم. پروردگارا نگهتون باش مرا. شوکت بابا به خدا بیچار شو. با تو نگفته بودم که کسی تو را تعقیب نکنه. استغفرالله برادرم. حیوان برای چی این را آوردیدم؟ شما چگونه بیدین میباشید نخود آدمی دیندار را با چنین احوال گرفتار کنیدانه؟ شما از خدا نمیترسید همین گناه های خودم به من بس است؟ با فکرم حل شد انشاءالله با واسطه من شما از خدا نمیترسید؟ همراه سامبوسا پاس الجویا بودم. دشو دستانی اون رکشا زد مهش را با استخانه برید. دامولا را جواب ده. خدا خواهد از اینجا را هم نمازامو میخونم. دیگه نمازامو ترک میخونم. بابای مولا از برای آنها عذر میپرسم. کارگرهای مرا شیطان وسوسه کرده است. شما میتوانید روید. برید او را. یک دقیقه او را با کجا میبریم؟ دامولای محترم ما با او یک چند سوال داریم. نمیشود.
ما برابر آمدیم برابر میرویم. آقا چی سوال داشته باشه در همین جا پرسان شوید. جایی کلاس بی‌ناموس را با من میگوید اون را زود جواب میدم. شما پروا نکنید داملا. نه التماس اینطور نگوید، گناه است. غیبت گناه است. داملا شما چی گفتید غیبت؟ یعنی انسان را از پسش غیبت نمیکنند. آقا جان وای آقای پدر ها ما را مجبور کرد که غیبت کنیم. ببخشید داملای محترم. حالا من از شما یک چی میپرسم. شخصی که کلاس گفته او با شما چیکار کرد؟ مرا پراند. به خانم در آمدم مرا پراند. شما او را با چشمان خود دیدید؟ داملا چی را گویم یگان چیز را در یاد ندارم. اگر در یاد نداشته باشید برای چی گناهکار کرده ایستاده؟ شاید شما را نپرانده باشد. داملا پلیس همش را میداند. او را دستگیر کردند لیکن او فرار کرد. اما از من گریختن نمیتواند. آقا گوش کنید. رفیق من همیشه در قفوی من صف میکشد و او را احترام میکنم. التماس از شما خواهش میکنم او را سر دهید. داملا بخشش من این کار را کردن نمیتوانم. من باید قصاصم را گیرم. رفیق بی‌ناموسی وای مرا معیوب کرد. حال مرا بینید داملا. دست من از کار مانده است. شما آدم خوب میباشید. با من به اینجا بیایید و گوشتان یک چیز میگویم. تشکر. شکر خدا. تو با آنها گفتی که من از آنگوی مسجد من برای میستر دادن مرا. نه خرگوش رو نترسان گفتم. خرگوش رو نترسان چی معنی داره؟ من از کجا دانم؟ من هم نفهمیدم. اکنون از برای توش من در بلا ماندم. اگر تو با آنها لازم شدی من میگویم که همیشه در نزد من بودی. آفرین به تو برادر، بسیار خوب کردی. رو خبرکشی کن آخه. برای چی؟ ای برادر مرا در شهر تنها بینم زنده به زنده گور میکنن. دیوانه هیچ گپ نه. من همیشه با تو میباشم. یا خدا تو تماما دیوانه شدی. راست میگویی بهوده خموش شدم. کار عالی جناب کردی. تو در نزد او بودی حتی تو رو نشناخت. این لباس های امامی به خدا که سرناک هستند. هیچگاه اینها رو از تنه نکش. شوکت سرزده اینجا لباس امام یگان علاقمندی ندارد. او خاطرش رو گم کرده است. تماما من رو نشناخت. برادر این طرفش رو فکر نکن. تو کار امامیت رو دوام دادن گیر. راحت باش. دوامش رو من حل میکنم. بی پروا گشتن گیر. تیز رو که نماز پیشی قضا نشود. خیر من رفتم تا باز دید. حاله حیاتم خانه نمیبیرم. این چی گفتنی گپ؟ التماس کودک نشو. من کودک شده شدم؟ بله. اون آلمان هسته شدم. دیگر نمیخوام با تو بحث بکنم. جانی من هم نمیخوام که بحث کنم. تمام میخوام که خونه بیایی. من با تو نگفته شدم. نه بسیار خوب. این طور باشد خودم تو رو میارم. بهوده خودت رو مونده نکن. برای اون که تو باید کلاس رو دستگیر نمایم اینجا. دستگیر می نمایم. خدا تو رو دستگیر میکنم میگوید. آفرین حاله. رفتار خوب کردی. برای پایمال شدن خود اصلا اجازت ندی. شام بخیر بچه ها. سردارم پیرشکی تو حالا هم در همین جایی. ساعت چند شد؟ سردارم گوش کنید. کلت کلاس از برای بی‌مسئولیتی من شده از بیمارخانه فرار کرد. یعنی من در این کار گناهکار می باشم. دیگر هرگز به این خطاگی راه نمیدهم. سردارم اجازه دهید در دستگیر کردن کلت کلاس به شما یاری دهم. دو شو تا که دیری پا نشوی. دو شو سردارم آخر دو شو گفتم. سردارم دو شو.
Заколка? Заколка? Заколка نیست. یا خدا کجا شد؟ در کجا افتیده باشه؟ در کجایی؟ این را دوست داشتید؟ تشکر. خیلی minnettarım. سلامت باشید. در ماشین من افتیده. از آن دخترتان است؟ نه، من ولادور نیستم. از آن خواهرم میباشد. عذر میخواهم. نمیدانستم. بسیار غمگین شدم. نه، خواهرم زنده است. تنها مدت زیاد شد که یکدیگر رو نمیبینیم. این طور باشد بسیار خرسند شدم. امیدوارم که باز وا میخورید با خواهرتان. خدا خواهد. تکرارم تشکر میگویم. خیر باشه. شبی خوش. بسیار شوخ بود. تا حال همین تا. در یک جا ایستاده نمیتوانید. درخت نیست که نچسبیده باشد، دیواره نیست که به بالایش نبرآمده باشد. میدونم. بسیار ملاقات بود. راست میکشید که بسیار زیبا بود. پیانینو رو بسیار خوب مینواخت، لیکن امتحان ها را دوست نمیداشت. اگر امتحان شود راهی گریز رو پیدا میکرد و یگان کس مانع شده نمیتوانید.
اگر در رو محکم کنی از دود برو میگوید. در از کودک بسیار خوب بود و یگان کس ضررش نرسیده است. آقای مدیر، خاطره هایتان را احترام میکنم، لیکن برای دستگیر نمودن کیلاس به معلومات احتیاج دارم. احتیاج یگان شناس یا یگان خشتبار ندارد. تا دمی که در اینجا بود یگان کس نه زنگ زد و نه به خبرگیری می اومد. بعدا چی شد نمیدونم. در سن 10 سالگی پدر و مادرش را از دست داده. خودش را در خوابگاه اینجا جا گرفتیم و خواهرش را عائله برای تربیه گرفته است. تمام دانسته هایم همین است. این همه را کمی پیشتر به رفیق پلیس نقل کردم. رفیق پلیس؟ سردارم، یتیم بودن کیلاس رو نمیدونستم. فکر کردم که اگر خواهرش رو پیدا کنیم بسیار ثواب میگیریم. همین رفیق؟ ها همین. من دوام دهید. چای؟ یعنی که شبکه پریودش توی نبورد آمدم. لبر هجری مهمان داره دوستان. دوستی نزدیکتون رو به نزدتون آوردم. استاد عزیز. هجری این خیلی نمیشود. همه شناسای ما رو با اینجا بیاری کار خوب نمیشود. در آخر نتیجه این کار چی میشود؟ استاد این منم شاگردم. باور که در قصر زندگی داری. یک دقیقه. چی گپ شد؟ استاد گفتم دوملو زیاد به مسجد میاد انتظار شد، لیکن این کس انتظار نشد، گفت ما رو به خونهش ببر. بله. هجری این رفیق از جماعت مسجد پیشینه ما می باشد که من آنجا کار میکردم. سلامت باشد. این هم مثل تو سوالهای خوب میپرسد. مدت زیاد شد که با خوردن نمیتوانی. معلوم است که سوالهای زیادی دارد. با اجازت شما. استاد میخوام از شما یک سوال پرسم. هجری تو در اینجا با قدر کافی سوال آوردی. برای همین حق سوال پرسی نداری. ها هجری تو اینجا کمی ما را انتظار شو. من با سوالهای برادر جواب میگردم. مایلش استاد. تشکر زیاد برادر. مدیر با شما زحمت شد تو اینجا آمده. تشکر نرده. هیچ گپ. سلامت باشید. سلامت باشید. اینجا بیا. سردارم با شما چی شد؟ قبل نزن. سردارم دستم درد کرد. قبل نزن. سردارم اینجا تکه کن. تو قبل رو نمیفهمی. سردارم برای چی عصبی شده؟ کیلاس خواهر داشته است، اگر پیدا کنیم ثواب میگیریم. گفتم برای همین عصبی شده. تو چی گفتی ساده این نابکار؟ چی گفتی ساده؟ سردارم شما مرا خطا فهمیده. کیلاس جنایتکار میباشد، ما را دستگیر میکنیم و جزا میدهیم. من کارم را 100% خوب اجرا میکنم سردارم. نابکار؟ کدام کار؟ کاری تو پاسپولی میباشد. برای چی به کار پلیس حالا کردی ساده ای؟ سردارم من اجازت مهنتی گرفتم. من به مهنت کاری چی کار دارم؟ غمگین نشوید سردارم. من وعده میدهم که برای دستگیر کردن کیلاس به شما یاری میدهم. احمق تو به خودت یاری ده. به ماشین سوار شو احمق. سردارم چرا شما همیشه مرا جنگ میکنید؟ بجایت چین. برادرم تو برای چی با اینجا آمدی؟ باید دفعه آدمان کنان را از تپایت آوردی. این دفعه میدونی که پلیس اونال مرا کاتکاو دارد. بخشش که راحت کردم. برادری آدمی قدر است. یک بار نمیپرسی که شوکت چه حال داری؟ برای چی اینجا آمدی؟ درست شوکت، برای چی با اینجا آمدی؟ برادرم به حرمت تشکر. وقتی توی کردیم قرض بسیار گرفته بودم. آن زن بیناموس را وقتی که گرفتم تمام مال و ملکم فنا شد. جای کارم را از دست دادم. برادر گفته به نزد تو آمدم. تو باشی مرا چشم دیدن نداری. از خانه مرا بیرون میکنی.
گپ در کجا بود از کالتا کلاس نفهمیدم. با فکرم تو عاشق شده ای. من عاشق زود تشخیص های بی اساس رو پیشنهاد میکنی. از گوهرک چشمانت میبینم، از گوهرک چشمانت میبینم که تو عاشق شده ای. این دختر کی؟ نادره آقای اکرم. آقای اکرم کی؟ صاحب این خانه میباشه. رئیس. بس مایل شفقت امشب در اینجایی است. لیکن پگاه چیز و چهارت رو جمع کرده از اینجا رفت. من خودم تا تیار شدن شناسنامه‌ام در اینجا میباشم. اگر شناسنامه بگیرم زود از اینجا میروم. مایلش برادر. بار دیگر به من برادرم نگو. استاد. مایلش استاد، شما خواطر نشوید. یک اطراف رو از نظر گذران. تو برای چی اطراف رو از نظر میگذرانی؟ رفته من تو رو در اطراف دور میزنم. اینجا بسیار زیبا بوده است. اینجا چیکار درون خانه میبرایی و نمیبرایی. محکم مایلش استاد زود بیایید. دیگه تو در همینجا بودی؟ استاد خواستم همراه شما یک جایه با مسجد بروید صحبت کنم. بیا صحبت کنان میروید. استاد یک چند سوال داشتم. یک سوال نده برای آنکه سرم پر از سوال شد.